مرحوم پدرم می‌فرمودند در سن تقریباً 22 سالگی بودم در مدرسه بحرالعلوم بروجرد به تحصیل اشتغال داشتم. استادی داشتم که از عارفان عصر خود بود به نام آیت الله شیخ لطف الله میرزا که مرحوم استاد حاج آقا حسین طباطبایی هم نسبت به ایشان ارادتی خاص داشتند. مرحوم شیخ لطف الله هم در مدرسه بحرالعلوم درس می‌دادند، هم در مسجد شاه آن زمان اقامه جماعت داشتند. روزی در درس شرایع الاسلام آن مرحوم نشسته بودیم که مرحوم استاد یکی یکی همه طلاب را از نظر گذراندند و ناگهان چشم استاد روی یکی از طلبه ها به نام مرزوقی متوقف شد. استاد خطاب به او کرده و فرمود: چرا امروز به حالت عدم طهارت در درس حاضر شدی؟ مرزوقی میگوید جناب استاد پولی نداشتم تا تحصیل طهارت کنم. فرمود بیا این وجه را بگیر و تطهیر کن و سپس در درس حاضر شو. این قدرت دید عنایتی بود که در اثر مجاهده نفسانی امام عصر روحی له الفدا به ایشان مرحمت فرموده بودند.